سلام دوستان، چطورین؟ به اولین ویدیوی کریپتو شاپ خوش اومدید. امروز اومدیم یک بازی مزرعه داری خفن و جذاب بهتون معرفی کنیم که هم باش درآمد داشته باشید هم حالشو ببرید. لینک این بازی رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. وقتی روی لینک کلیک کردید با همچین صفحه مواجه میشید که باید روی پلی کلیک کنید و با یکی از اکانت های جیمیل گوگلتون ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام یه خورده خود بازی بهتون توضیح میده، بخشای بازی. حالا منم توضیح میدم. اینجا صفحه اصلی بازیه. اینجا فروشگاه لباساتون نمیتونید تغییر بدید. اینجا فروشگاه اصلی خود بازیه، اخبار و نامه هاتون. اینجا میتونید رنگ کاراکترتون رو عوض کنید. خب این بالا چیه؟ این بالا 3 تا انگار توکن دارید. یکی CFPه، یکی پالیگانه، یکی BNBه. CFP که مال خود توکن اصلی بازیه. پالیگان مال ماتیک، از نتورک ماتیک که میتونید برداشتش کنید. BNB هم که نمیتونید برداشت کنید، هنوز برداشتش باز نشده. اینم از این. خب حالا این چارتای اینجا چیه؟ این که دیلی ریوارد، در روز میتونید بیاید اینجا کلیک کنید و جایزه رو دریافت کنید و همین سادگی. 10 تا بهم کود داد. یک روز دیگه تمومه. خب اینجا هم مأموریتاتونه. این ایونت روزانه، هفتگی و ماهانه. این بالا هم زمانشو نوشته. مثلا اینو دریافت کنم. اینترنت یه ذره ضعیفه. خب مثلا دریافت کنم، مال ولت ایموتیبل. خب اینجا ایونت خیلی مهمه. این دوتا بذر رو بگیرید که مال هالووینه، همین دیروز اومده و 100% باید بگیرینش، خیلی خوبه. یکی از کوستاش که میگه برای دریافت این بذر هالووین یعنی کدو، میگه فقط بیاید توی بازی اینو دریافت کنید، دیلی ریواردو. این از این. اون یکی دیگه هم که من دریافت کردم، بعد بیاین تو فروشگاه یک دونه از اینا رو بخرید. من اینو خریدم. به همین سادگی 2 تا بذر کدو میگیرید اما اول بازی که خیلی موثره. حالا بریم توضیح بدیم. اینجا که مپ سیتیتونه، شاپ، اینا رو به هیچ عنوان نخرید، سرمایه گذاری نکنید، با پول اصلی خود بازی بخرید. اینجا باید دلار پرداخت کنید. اینجا رایگانه، بذرایی که رایگان میده: خاک، توت فرنگی، نخود فرنگی، ذرت، تربچه و کلم که 5% هم تخفیف داده. اینا که حیواناتن، اینا هم که بذرها هن. خاک ها به 3 بخش تقسیم میشن: کامان، آن کامان، ری. کامان اگه بذرتون رو توش بکارید فقط 1 دونه بهتون میده. آن کامان 2 تا میده. ریش 3 تا میده و ری از همشون خیلی بهتره، عالیه. اینم که شما وقتی تو بازی نیستی، این میاد براتون بذراتون رو جمع میکنه، میکاره. از اینجور کارا خیلی خوبه. من دارم پولمو جمع کنم اینو بگیرم. اینا هم که همون کار میکنم، فقط روی یک انگار خاکتون فکر کنم. هنوز استفادهش نکردم که این از همشون خیلی بهتره. خب اینجا مینی گیمه. این خود مینی گیم اصلی بازی. اینم شوتره. توی شوتر میاید از اینا جمع میکنید. یه سری خونه و گلدون و یخچال و همبرگر و اینا بهتون حمله میکنن، بعد بهشون تیر بزنید و بازی رو برنده بشید. یعنی 1000 تا امتیاز جمع کنید
بهتون اون جایزه رو میده. حالا چه جایزه ای میده؟ از این بالا میتونی این جایزه ها رو بهتون بده. یکیش که گل بز خاک، 15 تا توکن بازی که خیلی خوبه. من روی 1200 خورده جمع میکنم، بیشتر بهم از این توکن ها میده. عالیه. روش بازی چجوریه؟ من میام این پایین، این گوشه ها وای میسم، اینا جمع میشن میکشم، یک دونه از این بمبا میاد میخورم، همشون میترکم و از اینا جمع میکنم. به همین سادگی. خب اینجا هم که فارم اصلی خود بازیه. یه ذره صدا میگرفته متاسفانه. خب اینجا روی تنظیمات میزنید برای بزرگ کوچیک کردن صفحه. اینجا محیط مزرعه داریتونه که میتونید روش انیمال ها و خاکاتون رو بذارید، حیواناتتون رو، و وقتی که به ساعت برداشتشون رسید اینجوری جمعشون کنید. الان از هر کدوم داره به من 2 تا میده. من اینا رو ارتقا دادم. حیوانات تخم گذاشته مرغ، حالا بهش غذا میدی. برای به دست آوردن این غذای مرغ شما میان توی این ورکشاپ، اینجا بیام، اینجا اینا مرغ به یک دونه ذرت و نخود فرنگی نیاز دارید که 3 تا بهتون میده. اینجا مرج رو میزنید وقتی اینا رو به دست آوردید و بهتون 3 تا فود میده. اینجا هم که میتونید انگار بذراتون رو با هم ترکیب کنید و لولش رو ببرید بالاتر. خیلی خوب میشه. مثلا من اینو مرجش میکنم، از کامان میره آن کامان. این از این. اینجا هم از این خاکا به دست میارید. اینجا این گوشه علامت چکشو میبینید، اینجا خاک دارید شما. خاکاتون رو میذارید و به همین سادگی اینجا میزنید روش و میکارید بعضیه. حالا کدوم بذرا قیمتش خیلی بیشتره؟ اونایی که ساعتشون بالاتره، ساعت رسیدنشون بالاتره، خیلی امتیاز دارن. مثلا این کدو 24 ساعت که بهتون گفتم خیلی موثره، این 12 ساعت. من میخوام این کدو نگر دارم، این 7 ساعت دیگه آماده میشه و باهاش مرج کنم و یک کدو آنکامان به دست بیاد. اینا رو میکارم و همین ساعت دیگه. الان گفته 2 ساعت دیگه، 3 ساعت دیگه انگار آماده میشه، 12 ساعت دیگه. خب این چیه؟ این سبزه. اینجا یک لژندری دارید، یک کود لژندری دارید، یک دونه هم کامان دارید که 50% زمانشو کم میکنه. این 100%. الان من بزنم زمانش میشه، اینو بزنم هیچ، همین الان برام آماده میکنه. این 50%. اینا خیلی خوبن. خب اینجا حالا بگم خاکا رو چجوری با هم ارتقا بدیم. اینجا به 10 تا از این کودا نیاز دارید و 2 تا خاک. 10 تا از این چیزا نیاز دارید و 2 تا خاک ساده که براتون یک آنکامان ساخته بشه. بعدش ریر، اپیک و لژندری. و همین ساده که میرید بالا، ارتقا میدید و لولتون میبرید بالا. حالا چجوری بذرمون بفروشیم؟ اینجا میاین به 3 تا روش میتونید بفروشید: BNB، پالیگان و CFP که توکن اصلی خود بازیه. اینجا روی ال میزنید همه. اینجا زمانی که انگار طول میکشه تا اینا آماده شن و بیاد توی پس اندازتون، یعنی پولاتون، مخزنتون.
و همیشه من 15 دقیقه آخر میذارم. حالا مثلا 14 تا بهم میده، ولی اگر بیایم 15 دقیقه آخرش این تقریبا میشه 3-4 تا. من همیشه روی پالیگان میذارم. الان 7 تمام پالیگان بهم میده و 46 تا از اینا پایا پوینت. اینجا رتبه بندی داره از 1 2 3 4. شما روی یکی و برای رفتن به لول 2 کلا 10,000 تا پایا پوینت نیاز دارید. روش من چیه؟ من اشتباهی که میکردم یک دونه بذرام، اما اول بازی خیلی کم بود بذرام، یک دونه میکاشتم و سه رفتم 2. شما نزدیک 1 ماه 2 ماه همون جور بکارید، بعد 2 ماه بیاین بفروشید، خیلی به نفع‌تره. بیاین رو پالیگان بفروشید و برداشت کنید به همین سادگی. حالا برداشت چجوری میکنیم؟ میزنیم بیرون، میایم این بالا روی این پوله میزنیم. اینجا توکن اصلی بازی که میتونید بخرید، به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم. این پالیگانه، حداقل برداشتش 10 تاه. وارد میکنید آدرس کیف پول و تایید، به همین سادگی. BNB هم که هنوز گفتن قراره باز بشه، هنوز باز نشده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. گودبای.